أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعليك صحبة مختصر درباره سنة رسول صلى الله عليه وسلم میکنیم إن شاء الله و شروع استفاده سنة رسول صلى الله عليه وسلم. آیت مبارکه در سوره هجر آمده و قبل ما به اشاره کردیم در چای تفسیر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، که بگم که ما نازل کردیم ذکر را، فرود آوردیم ذکر را، و إنا له لحافظون و ما حافظ و نگهبان از این ذکر ما هستیم. در اینجا عام شکل مفسرین اتفاق شدن و می از علما، بعض علمای محقق به این چیز اشاره به می کردن که در اینجا مقصد از ذکر که است در این شکل نیست قرآن کریم است. خدا ذکر قرآن کریم مراد در اینجا نیست، در این سنت رسول صلی الله علیه و سلم نیز داخل میشه. یعنی در اول مراد قرآن کریم است و سنت رسول صلی الله علیه و سلم اردوش داخل میشه، بخاطر که وحی که است مقصد از ذکر وحی است. وحی با دو قسم تقسیم، یکی وحی جلی است یکی وحی خفی. وحی جلی می قرآن کریم است، وحی خفی که است سنت رسول صلی الله علیه و سلم است که مصدر دوم تشریع است. مصدر دوم تشریع اسلامی سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. ومن دیگه مصادری که ما شما بخور اشاره کردیم به شکل مفصل مثل اجماع است، قیاس است. ومن سه مصدر متفق علیه است که اتفاقی است، که قرآن است، کتاب الله، سنت رسول صلی الله علیه و سلم. و اجماع کس دلالت بینی میکنه کدام دلیل جداگانه باشه. اجماع که مو است که مستند شرعی باید داشته باشه، دلیل شرعی باید داشته باشه از کتاب الله و سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم. مثلا بگویم مثال برتان مثلا میگن علما اجماع کردن که همه امت اجماع است، علمای امت که نمازها کسب 5 وقت است. مثلا ما مبارک رمضان اتفاق تمام بین علمای امت است، در این مطلقا مخالف دیده نمیشه. این خود به خود دلالت به این میکنه که مستندشان شرعی است، یعنی به این چیزی که بالاش اتفاق صورت گرفته. بعضی مسائل فقهی است بالاش اتفاق صورت گرفته، اتفاق شده همه علما برای اتفاق کردن، در این مطلقا مخالف وجود نداره. و بعضی مسائل فقهی است که در اون مثلا اختلاف وجود داره، اختلاف گنجایش داره، و در اون مثلا اختلاف وجود داره، بعضی مسائل اجماعی نیست، اون مسائل اختلافی است. و هم شکل می علما می هستند که در مسئله که حجت دلیل از قرآن و سنت داشته باشه، مسئله اجماعی باشه، قوی ترین دلیل است. یعنی به این معنی که دلیل از قرآن وجود داره و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و علما برای اتفاق کردن. یعنی مخالف در امت رسول صلی الله علیه و سلم نیست در مذاهب، چه مذاهب اربعه و غیر مذاهب اربعه. خود به خود دلالت به این میکنه که دلیل چی است؟ حجت خیلی قوی است. دلیل که ان نحن نزلنا الذکر و انا حافظون، ما گفتیم دلیل سنت رسول صلی الله علیه و سلم، احادیث رسول صلی الله علیه و سلم همگی شامل میشن. آیت مبارکه است که وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق رسول صلی الله علیه و سلم نطق نمیکنه عن الهوى، از خواهش و هوا. رسول صلی الله علیه و سلم نطق نمیکنه این هو نیست مگر چیزی که الا وحی، مگر وحی یوحى. و رسول صلی الله علیه و سلم وحی میشه. این اتبع الا ما یوحى الیک. در جای دیگه الله عز وجل قائد میکنه از رسول صلی الله علیه و سلم که پیروی نمیکنه مگر چی؟ الا ما یوحى الیک، چیزی که برای ما چی میشه؟ برای ما وحی میشه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. و تو ذکر نازل کردیم قرآن کریم لتبین للناس. این وظیفه رسول صلی الله علیه و سلم بیان است، تو برای مردم بیان کنی، تبیان کنی، واضح بسازی ما نزل الیهم، چیزی که بر اونا فرستاده شده. ابن قیم رحمه الله در ارتباط با سنت رسول صلی الله علیه و سلم، که سنت رسول صلی الله علیه و سلم چی ارتباط با قرآن کریم داره، خیلی به شکل مفصل ایره بیان میکنه که سنت یا مؤکده است، مؤکده است. مؤکده به این معنی که مثلا حکم که در قرآن کریم آمده سنت رو چی میکنه؟ تاکید میکنه. یا به این است که چیزی در قرآن کریم به شکل مجمل آمده، یعنی الله عز و جل برای اشاره میکنه، مجمل میکنه. مثلا اکثر مسائل فقهی، مثلا بگویم مثال تفاصیل زکات، تفاصیل مثلا نماز، تفاصیل مسائل روزه مثلا است. اما این تفاصیل که است جزئیات از این مسائل، مثلا واجبات و مکروهات، اما مفصلات سینیا که است، یعنی الله عز و جل به شکل مختصر مجمل بیان میکنه و الله رسول صلی الله علیه و سلم مبین است. یعنی به این معنی که سنت در اینجا مبین است، سنت رو به شکل تفصیلی باز بیان میکنه، اما تفاصیلش رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه. یا سیوم کس گفتیم یا مؤکد است که تاکید میکنه حکم شرعی را، یا مبین است که بیان میکنه حکم. این به این معنی که
تفاصیلش داخل میشه مفصله می باشه. سیوم ای است که سنت مطلقا حکم مستقل میاره، حکمش هم مستقل است، حکم در قرآن کریم وجود نداره. از این خاطر دلالت به این میکنه که سنت رسول صلی الله علیه و سلم وحی است. مثل ما شما به اشاره کردیم در شای گذشته اشاره کردیم که در قرآن کریم الله عزوجل بر ما حرام قرار داد که تجمع بین الاختین، که دو خواهر در یک وقت ما به عقد نکاح خود داشته باشیم، حرام است. اما در قرآن کریم بیان از نیست که در خاله و عمه کسی که انسان در عقد نکاح خود داره یا برادر و خواهرزاده‌اش که باشه زن، او هم میتونه انسان در عقد نکاح خود داشته باشه. این سنت رسول صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرد که در یک وقت نمیشه که دو خواهر در عقد نکاح انسان باشه و در پالیزی، یا همون زنی که در عقد نکاح انسان می باشه عمه‌اش در عقد نکاح انسان باشه، یا خاله‌اش باشه، یا خواهرزاده یا برادرزاده‌اش باشه. این سنت رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرده. هدایت به این میکنه در این سنت کس مستر مستقل است، مناسب استقرار در این چی میکنه. و من عام شکل یک حدیث منسوب به رسول صلی الله علیه و سلم نسبت میتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک حدیثی است که این نسبت میتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم که شما احادیث مرا عرضه کنن به قرآن کریم، احادیث مرا به قرآن کریم شما عرضه کنن. اگر قرآن کریم احادیث مرا پذیرفت شما را چی کنن بپذیرن، اگر نپذیرفت شما را به دیوار بذارن نپذیرن. این حدیث فقط نسبت داره به رسول صلی الله علیه و سلم و متاسفانه بعضی کسا به استدلال هم به چیز باید میکنن و من کسا که خیلی میخوان استدلال کنن در این و من توایف دیگه مسلمان ها هستن و این خیلی کوشش میکنن استدلال به این حدیث کنن، در حالی که این حدیث که است این حدیث چی است؟ ثابت نیست رسول صلی الله علیه و سلم. این حدیث هم مشکل سندی داره هم مشکل متن داره. مشکل اسنادش هم علما چی کردن به این اشاره کردن و مشکل متنش هم است. اگر ما بگیم که ما حدیث به قرآن کریم عرضه میکنیم و چیزی قرآن کریم نپذیرفت ما نمیپذیریم، خیلی احکامش که در سنت موجود در قرآن کریم موجود نیست. از دلالت به این میکنه که ما تمام احکام باید نپذیریم. و این حدیث بعض علمای حدیث خودشان میگن که خیلی جالب تحلیل کردن، گفتن امی حدیث ما با قرآن کریم عرضه کردیم، امی خود نمی حدیث با قرآن کریم ما عرضه کردیم، قرآن کریم نمی حدیث نپذیرفت. می خاطر قرآن کریم ما در جای مختلف که بگه اشاره میکنه ما را مأمور به این کرده که شما رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابقت کنیم. اگر قرار وی باشه که ما این مسائل نپذیریم، مثلا این تفاصیل سنت، تفاصیل نماز، این تفاصیل در قرآن کریم موجود نیست. این سنن است، این واجبات نماز است، این مکروهات نماز است، چیزایی که مثلا نماز مفسد میکنه، مفسدات نماز، این رسول صلی الله علیه و سلم بر ما بیان کرده. متاسفانه این حدیث به شکل زبان زده بعضی علما شده در کتاب هم گنجانیده شده، در حالی که حدیث مطلقاً اصل نداره، یعنی نسبتش به رسول صلی الله علیه و سلم نسبت صحیح نیست، مطلقاً به رسول الله صلی الله علیه و سلم از این حدیث بری است. ما به عرضه میکنیم از این خاطر به خیلی کسا به این چیز کسی از علمای شیعه به نام العلام البرقعی رحمه الله به خاطر میگم که در اواخر تقریبا در اواخر عمر سنی شده بود. کتابش ما پیشماست میخوانم، کتاب خیلی زیباست درباره زیارت قبور آمده و رد سر شیعه است. همین کوشش خیلی میداره که بالای می حدیث استدلال میکنه، میکنه که می حدیث از مصادر خود میارن و به خیر کوشش میکنه که استدلال کنه. طبیعت هر انسان کسی هیچ وقت وچی نمیرسه غیر است کمال از آن الله عزوجل است و عصمت از آن انبیاء است و دیگه انسان ها کسی طبیعت پیشان خطا بنا صادر میشه. پس ما به این باشیم که سنت یا مصدر مستقل می باشه، مناسب مصدر مستقل عمل میکنه. در جای کسی مؤکد است حکم که در قرآن آمده او را رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ تاکید میکنه. و در جایی است که تفصیل است و اکثر چی قرآن کریم و سنت رسول الله که چیز تفصیلی است، تفاصیل بیان کرده مسائل که این مشکل در چی واقعی نمونه. و من آیاتی که درباره سنت درباره ازی که ما متمسک به سنت رسول صلی الله علیه و سلم شویم و منیسی وحی باید برخورد باید صورت بگیره خیلی زیاد است. الله عز وجل سوره نساء 59 میگه و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. اگر شما در چیز پرخاش مجادله کردین شما را چی کنین؟ شما را باز بگردونین به الله و رسول صلی الله علیه و سلم باز بگردونین. یعنی خود بخاطر به این میکنه که
با وحی شما را باز بگردانه. اصلا خو الله عز وجل وحی نازل میکنه، بلکه نازل میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میکنه. در حدیثی که ابو داود روایت میکنه به اسناد صحیح روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الا انی اوتیت القرآن و مثله معه. آگاه باشین که میگه ما قرآن نداشتیم اما مانند قرآن نداشتیم. مانند قرآن میگه سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. یعنی ما دو وحی داشتیم، میگه قرآن کریم چیزی که و دیگه مثل مانند قرآن کریم که چی باشه. وقتی مانند قرآن کریم دلالت به این میکنه که دلالت به چی میکنه؟ با وحدت مصدر میکنه. از یک مصدر نازل شده. سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. وقت امام شافعی رحمه الله در حکمت، امام شافعی رحمه الله حکمت در جایی که درباره حکمت آمده که رسول صلی الله علیه و سلم رسول مکلف به این است که باید حکمت علم الکتاب و الحکمه، حکمت و سنت تفسیر میکنه. امام شافعی رحمه الله و اشاره میکنه که این مقصد از حکمت کیست؟ مقصد از حکمت چی است؟ مقصد از حکمت سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. سوره احزاب مثلا با بونی مثلا مثال چند آیت قرآن کریم چی میکنیم با تلاوت میگیریم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. برای مؤمن، برای مرد مؤمن و زن مؤمن کس اختیار نیست وقتی که الله و رسولش فیصله را میکنن اینا دیگه اختیار ندارن، اختیار از ما همه سلب میشه. و ما یعص الله و رسوله و کسی که نافرمانی الله و رسول صلی الله علیه و سلم میکنه فقد ضل ضلالا مبینا، بگم که گمراه خیر دور میشه. این دلالت به این میکنه وقتی که ما مکلف هستیم به پیروی الله و رسول صلی الله علیه و سلم هستیم. وقتی که اوامری که از الله و رسول صادر میشه، هم منهیات که ما را منع میکنه الله و رسول صلی الله علیه و سلم، اگر از این نافرمانی صورت میگیره دلالت به این میکنه که ما گمراه خیر دور میشیم. الله عز وجل گمراهی ما شما را نگاه کنه. قل اطیعوا الله والرسول، بگو که شما از الله عز وجل اطاعت کنید و از رسول صلی الله علیه و سلم. فان تولوا، اگر اونا پشت کردن، فان الله لا يحب الكافرين، الله عز وجل کافران دوست نداره. این دلالت به این میکنه که تولی مطلق کسی که احکام الله و رسول صلی الله علیه و سلم تولی مطلق به این معنی میکنه که همگی پشت میکنه به الله و رسول صلی الله علیه و سلم. از این خاطر دلالت به چی میکنه که از این علما استنباط این میکنه از آیات مبارکه با نام شرک الطاعه، یک شرک اطاعت است. یعنی به این معنی ما مکلف هستیم که اطاعت از الله و رسول صلی الله علیه و سلم کنیم. در حالی که بعضی مردم به هستن که ما در پالی اطاعت از الله و رسول صلی الله علیه و سلم در پاره از امور، در بخش امور، در دیگه امور از چیز دیگه ما اطاعت میکنیم. دلالت به این میکنه که مردم ها کسایی هستند که قرآن کریم سنت چگونه پشت سر گذاشتن. آل عمران ساعت 32 است. و در دیگه الله عز وجل چی میکنه که و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم من الله مع الصابرين. سوره انفال 46. یعنی الله عز وجل مکلف این میکنه که شما از الله و رسول صلی الله علیه و سلم پیروی کنین و کشمکش مجادله نکنین. کشمکش مجادله باید نکنین. و خاطر که شما کشمکش مجادله کنین، امی نیرویی که نزد شما از امی قوتی که شما دارین این همگی میره و شما چی میخورین؟ شکست میخورین. واصبروا، شما صبر کنین، الله مع الصابرین، الله عز وجل با صابران است. یعنی ما با آیت مکلف به می هستیم. قبل آیت را شما تلاوت کردیم، وقتی که ما میان خود تنازع و کشمکش میشه در بعض مسائل، همین است که ما به قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم کشمکش عرضه کنیم و همیشه به این باشیم در جستجوی حق باید باشیم، در جستجوی حق باید باشیم. و کسایی که پیروی رسول صلی الله علیه و سلم میکنن، الله عز وجل برشان بشارت جنت برشان میده. و ما یطیع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها. الله عز وجل جنت داخل میکنه، حالا که در اینجا پاینده و جاوید میباشن. و ذلك الفوز العظیم، همین بزرگترین پیروزی همین است، دیگه برای غیر پیروزی وجود نداره. خب کسی که باز و ما یعص الله و رسوله، کسی نافرمانی الله و رسولش میکنه صلی الله علیه و سلم و یتعدى حدوده و حدودشان تجاوز میکنه، حدودی که برای ما ترسیم کردن و ما چی میکنیم؟ و کسی تجاوز میکنه ازو یدخله نارا خالدا فیها، و در جهنم داخل میکنه، در آتش، در حالی که خالد و پاینده میباشه. وله عذاب مهین، و این شکل نیست که به برو کس عذاب خوار کننده هست. ابن تیمیه رحمه الله، ما شما درس تفسیر فعلا نیستیم، یک استنباط زیباست قرآن کریم میکنه، میگه که همی در هر جای که عذاب مهین آمده عذاب خوار کننده این بر کفار است.
و میگه از استقراء قرآن کریم که علما استقراء کردن قرآن کریم، همه قرآن کریمه، در جایی که عذاب مهین یعنی عذاب خوار کننده آمده، این خاص برای کفار است، برای مسلمانان نیست. مسلمانان به جهنم داخل میشن، در این شک نیست. الله عزوجل شما را جهنم نگاه کنه. اصحاب کبایر به جهنم داخل میشه، برای الله عزوجل مشمول رحمتشان میگردن، را بیرون میکنه. بعد اصحاب کبایر الله عزوجل بدون به جهنم داخل کنه، مورد رحمت خود قرار میده. خب اگر اونان که داخل میشن به جهنم، درت بین میکنه که عذاب مهین برشان نیست، اما عذاب خوار کننده کس برکی میباشه، برای کفار میباشه. یعنی کسی که مطلقاً پشت میکنه به اوامر الله و رسول صلی الله علیه و سلم. در دیگه جای ما شما ببینیم که کسایی را که با سنت رسول صلی الله پشت میکنن و احکام الله و رسول، اونا را چی کنه؟ الله عزوجل گفته اینا منافقین هستند، کسایی که در صف اسلامی میباشن. و بیاید ما شما میشه استدلال علم تر الذین یزعمون انهم آمنوا و انزلکم من قبلک یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا یکفرون. کسایی که زعم میکنن که به تو ایمان دارن، به چیزای قبل از تو فرستاده ایمان دارن، ولی که وقتی مگی مکلف میشن که فیصله رو بر تو بیارن، فیصله رو به کس دیگه میبرن. یعنی فیصله رو به چی میبرن؟ به طاغوت میبرن. فما آتاکم الرسول فخذوه. ذکر رسول صلی الله علیه و سلم برای شما رو چیکن به او چنگ بزنین، اون رو بگیرین. و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی که شما رو رسول صلی الله علیه و سلم نهی کرده شما، فانتهوا، شما چی کنین؟ از این امتناع کنین، از این منتهی شوین، از این دست بردارین. واتقوا الله، سوره حشر آیت 7. واتقوا الله، از الله شما بترسین. ان الله شدید العقاب. الله عزوجل شدید العقاب است، عقاب سختی داره. یعنی بیمانه که اگر چیزی را که الله رسول صلی الله علیه و سلم برای ما میده، برای ما را به او مأمور میکنه، ما به او عمل نمیکنیم، چیزی که ما نهی میکنه به او منتهی نمیشیم، دست بردار نمیشیم، پس ما باید چی باشیم؟ عاقبتی را که ما متوجه ما هست، عقاب شدیدی که هست الله عزوجل است. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، سوره احزاب آیت 21 است. در رسول صلی الله علیه و سلم برای شما اسوه حسنه. ببینید در اینجا هیچ کس دیگه ذکر در اینجا نمیشه بغیر از رسول صلی الله علیه و سلم. فيبقى کسی است که لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسی که به الله و روز آخرت ایمان داره، کسی که به الله و روز آخرت ایمان داره، کسی که به یقین است، به یقین به الله و روز آخرت داره که روز قیامت است، روز قیامت برپا میشه، ما مورد محاسبه قرار میگیریم. و ذکر الله کثیرا، و الله عزوجل خیلی زیاد یاد میکنه. در حالی که یک صفات منافقین می است که لا یذکرون الله الا قلیلا، الله را ذکر نمیکنه مگر اندکی. بس چی کسایی که مطلقاً رایت ذکر نمیکنن، لا یذکرون الله الا قلیلا. بس این صفت کسایی که ماشاء الله را ذکر الله عزوجل است نمیشه، ورد زبانشان است، تلاوت قرآن کریم همیشه در ورد زبانشان میباشد. و بالله ایمان دارن و روز آخرت. اینا کسایی هستند که بر اینا رسول صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه است. دیگر کسی مطلقاً اسوه حسنه بر اینا شده نمیتونه غیر از رسول صلی الله علیه و سلم. ببینن اگر مثلا بعضی مفسرین به اشاره میکنن که ببینن این از جمله چی از رحمت الله عزوجل است. اگر به این مثلا میبود که به رهبرات هر کس به خود رهبر انتخاب کنه باشه اسوه حسنه بود نیست، این حق حالت میبود که ماشمال مثل ماشمال رو مشاهده مثلا میکنه. یومت که ماشمال مشاهده میکنیم که امت پراکنده ازالت به میکنه که امت تا این قابلیت درش پیدا نشده در اکثر امت که پس دوباره چی کنن؟ پس بازگشت کنن با قرآن و سنت بازگشت کنن. وقتی ما بازگشت کنیم با قرآن و سنت بازگشت کنیم همه مسائل ما حل میشه. حل به این میشه که ما در دستوری باید چی باشیم؟ باید حق باید باشیم. احادیث رسول صلی الله علیه و سلم در زمینه خیلی زیاد است. به میاد ما شما قرآن کریم اکتفا میکنیم. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که بخاری در کتاب اعتصام خود روایت میکنه كل امتی يدخلون الجنه الا من ابى. خوب متوجه باشید، همه امت به جنت داخل میشه الا من کسی که ابا، کسی که نخواست. قال ومن يعبى؟ صحابه گفتن کی است که از امت تیر نپذیره که چی؟ یعبا، کیست که ابا میورزه نمیخواد به جنت داخل شه؟ رسول الله میگه قال من اطاعني دخل الجنه، کسی که طاعت مرا به جنت داخل میشه. و من عصاني فقط ابى، و کسی معصیت نافرمانی مرا کنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در کسی است که باور ورزیده. و در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم است که انما مثلی، حدیث ابن موسی رضی الله تعالی عنه و حدیث بخاری مسلم روایت کنه متفق علیه است. مثلی و مثل ما بعثني الله، رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث خود تشبیه میکنه که میگه ما تشبیه میکنه خدا میگه من مثال کسی است، شخصی است که میگه یک فوج یک سپاه مشاهده کرده، قوم خدا جمع میکنه، قومش مطلقاً از آگاهی ندارن،
قوم خرجه میکنه برشان میگه که ما چی هستم؟ میگه ما کسی هستم که ما این سپاه و فوجی دسته را مشاهده کردیم و اینا چی میکنن؟ از طرف شب بالا شما، از طرف صبح بالا شما یورش میکنن. پس چی باشه؟ محتاط باشه. یعنی از این منطقه بیرونشون یا آمادگی جنگ چی کنین؟ جنگ بگیرین. خب اگر کسایی که اینا را اطاعت میکنن و از طرف شب بیرون میشن و این خاطر که قام حمله میکنن در این منطقه و کسایی که چی میکنن؟ تکذیب میکنن. این شخص میگه نه برای ما شاید اول درست برای ما نآورده باشه و طبیعی اینا چی میکنن؟ اینا تأخیر میکنن تا وقتی که صبح میشه و دشمن داخل میشه و همه رو چی میکنن؟ همه رو هلاک میکنن. باز رسول صلی الله علیه و سلم میگه که بس کسی که میگه از ما اطاعت میکنه نام کسایی هستن که نجات پیدا کردن از طرف شب و کسی که از ما میگه اطاعت نکرد و کسایی هستن تا منتظرشن که صبح شد همون دسته بالاشن حمله کرد اساکر همه گیره چی کرد؟ همه گیره هلاک کرد. در حدیث دیگه که ابو داود و احمد و ترمذی روایت میکنه، ابن ماجه همه با سند صحیح روایت میکنه میگه که میگه ما حدیث ابی رافع است که یکی از شما را میگه لا الفین احدکم متکئا علی عریکتی، یکی شما را مدر پیدا نکنه به یک شکل که پشت کرده باشه به چی خود چیزی که جایی که تکیه میکنم پشت کرده باشه. وقتی که امر ما برش بیایه چیزی که ما امر کردیم از اون نهی کردیم بگویه که ما فقط چی اسم لا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعنا. میگه من نمیدانم این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، فقط چیزی که در کتاب الله میگه ما پیدا میکنم و دیگه عمل میکنم، در سنت رسول الله عمل نمیکنم. ببینید این از جمله معجزات رسول صلی الله علیه و سلم است که ما امروز ما بعضی کشورها پیدا میکنیم به نام یک طایفی هستن فلان در این منطقه در پاکستان اونجا شبه قاره هندی و این طایفه تقریبا در بعض مناطق دیگه پیداشن به نام خود میگن ما قرآنیون هستیم، ما فقط بر ما کتاب الله کافی است. ببینید کتاب الله یکفی، در هیچ شک نیست، کلمه حق است نه و مقصدش از باطل است. اگر بر ما قرآن کریم بر ما کافی است. خب قرآن کریم تو رو مأمور به این میکنه که تو باید پیروی رسول صلی الله علیه و سلم کنی. یعنی به ایمان تو بنیم قرآن ایمان داری بنیم میگه ایمان نداری. ببین رسول صلی الله علیه و وقت در 1000 چند بیش از 1400 سال پیش بر ما را آگاه ساختن رسول الله صلی الله علیه و سلم که هستن افرادی که وقتی که بر ما حدیث مبارشان میرسه میگه نه ما حدیث چون بر ما قرآن کریم کافی است. قرآن کریم بر ما چی است؟ کافی است. در حالی که اگر کسی بگه باشه که ما سنت رسول صلی الله علیه و سلم استغنا میکنم مطلقا سنت رسول صلی الله علیه و سلم اهمیت قائل نمیشم و با بسیار شبهات واهی که به ایمان باید در اختلاف است و یه حدیث ضعیف است و صحیح است و نمیدونم چی است فقط با قرآن کریم اکتفا میکنه بس برازی گفته شده که تو نماز چه قسم ادا میکنی، همین نماز را که میخونی چه قسم ادا میکنی. اگر بر ما گفت که ما نماز صبح مثلا صبح 2 رکعت میخونم، همین 2 رکعت از کجا پیدا کردی که میخونم؟ همین شکلی که تو رکوع میکنی، همین شکلی تو سجده میکنی، همین شکلی تو سلام میگیری، همین شکلی تو تحیات میخونی، همین شکلی این چی از کجا پیدا کردی؟ بر تو قرآن کافی دیگه نبود، من چیز دیگه هم پیدا کردی. خیلی متوجه باشید نماز شبهات است. و این شبهات کسایی که منکرین سنت هستند فعلا منکرین سنت رسول صلی الله علیه و سلم و شبهات واهی و شکوک مثلا خودشون ایجاد میکنن. در حالی که نمیشه برادر ما فعلا در درس چی نیستیم، در درس هم شکل درس که علم حدیث باشه ولی مصطلح حدیث باشه مثلا با شرح کتاب بگیم. همین شکل که قرآن کریم به این برادرها اشاره میکنه الله عزوجل که ما ذکر حافظش هستیم. این انسان برادرها مطلقاً با تعجب میشه که واقعا دست غیبی الله عزوجل بود که سنت رسول صلی الله علیه و سلم حفظ کرده. یعنی مثلا ما شما در علم حدیث به نام علم جرح و تعدیل داریم. علم جرح و تعدیل کم مثلا اسناد حدیث نیست، همه این مورد مطالعه قرار میده، غربیل میکنه همه گیره. و این بزرگترین علم است که همه بشریت فاقد از این علم است غیر از مسلمانان. و این کلی برکت چی بود؟ امی برکت اسلام است. این برکت کتاب الله قرآن کریم است که ما ببینیم که ما علم الله عزوجل بر ما چی کرده، بر ما ارزانی کرده به نام علم جرح و تعدیل علم حدیث. در این علم حدیث جرح و تعدیل شما میفهمین که با هزارها انسان، یعنی باید متوجه باشین، با هزارها انسان همه حرکات سکناتون به شما محفوظ است. یعنی به این معنی که شخص چی نوا بود، عقیده چی داشت، حامل چی نوا فکر بود، قیام رسالتش چی بود، چی مشکلات داشت، با هزارها نفر اما تواریخش به شما ثبت است. آیا امت به یک داره؟ بر ما امت بر ما نشان میده که از 500 سال پیش بر ما کسی خود نشان بدن که بر ما با اسناد صحیح ثابت کنن که این کارا را میکرد.
ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در خلال حدیث رسول صلی الله علیه و سلم برما رسیده رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکات سکناتش رفتار رسول صلی الله علیه و سلم خوراک رسول صلی الله علیه و سلم نشست و برخاستش همگی هر حرکت و سکنی رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث ثابت است. از این خاطر الله عز و جل فرمان میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم شما اسوه حسنه است. الله عز و جل از چیزی صحبت نمیکنه که اسوه حسنه است اما هیچ چیزی اینجا وجود نداره. نعوذ بالله من ذلک. یعنی وقتی که فرمان الله عز و جل میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه است به این معنی که همه زندگیش محفوظ است. همه زندگیش چی است؟ محفوظ است. در حالی که مثلا دیگه پیامبرا زندگیشون محفوظ نیست. این زندگیشون برای ما تا حال نرسیده درست. الا چیزی که برای ما قرآن کریم حکایت میکنه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم حکایت کرده برای ما. و خود به خود دلالت به چی میکنه؟ دلالت به این میکنه که سنت رسول صلی الله علیه و سلم وحی است و الى الله عز و جل حفظ کرده و به خاطر حفظ ازی الله عز و جل مردم را چی کرده؟ مردم را آفریده خلق کرده به خاطر. یعنی شما مثلا بگونید مثال بعضی مثلا ببینید از امام شافعی رحمه الله نقل قول میشه. یعنی ببینید این چیزا چی نیست، چیزای عادی نیست. امام شافعی رحمه الله نقل قول این میشه که میگه آنقدر ایره براتون مناسب مثال میگم. مثال امام شافعی محدث گذاشتن آنقدر میگم شافعی حفظ قوی داشت که خودش میگه رحمه الله که ما در بازار که بیرون میشدم، در بازار وقتی که بیرون میشدم و مردم سلام میکردن که پیاز کیلو اینقدر کچالو اینقدر، ما شما در بازار بیرون میشیم هر کس صدا میکنه. گوشه خودم میگه پت میگرفتم که مبادا این چیزا حفظ نشه و وقتی که من روش نمیکنم خلط صورت نگیره با چی. آنقدر حفظ قوی تا وقتی که وفات میکنه امام شافعی رحمه الله. امام شافعی رحمه الله از امام احمد رحمه الله نقل قولت که تقریبا بیش از چند لک حدیث حفظ با اسنادش داشت، با سند حدیث و اسناد هم میگیره تحلیل میکرد. همه شخص مثلا فلانی مصطفی است، کی است، بچه کی است، جدش کی است، عامل چی و فکر بود، از کدام منطقه بود، چی وقت تولد و چی وقت وفات کرده، هم میگه اسناد حدیث. پس اینا کسایی بودن اینا رو که ما شما مشاهده میکنیم اینا در حقیقت ما شما ببینید جمعی رسیم که الله عز و جل اینا رو به خاطر حفظ سنت الله اینا رو مکلف ساخت، اینا رو بیرون کرده به برامت رسول صلی الله علیه و سلم. این بخاری رو ببینید، مسلم، ترمذی رحمه الله، ای ائمه رو ببینید، اینا مردم عادی نبودن که در روی زمین نرام رفته. اینا کسایی بودن که الله عز و جل برای حفظ سنت رسول خود صلی الله علیه و سلم اینا را آفریده بود الله عز و جل و اینا کسایی بودن که واقعا الله به واسطه سنت رسول صلی الله برای ما حفظ کرد. آل سنت رسول صلی الله برای ما شما محفوظ رسیده. احادیث که هم احادیث دروغ را ساخته بودن مردم زنادقه و زندقه هم میگه تصفیه شده در کتابان نوشته است. بخوان الموضوعات الكبرى مولا علی قاری مثلا این موضوعات مثلا ابن الجوزی ببینید تابع دادن هم میگه تصفیه شده. برای هیچ کس برادرات دلیل وجود نداره که بگه من فعلا سنت رسول به این خاطر پیروی نمیکنم که در این خلط است. خلط به خاطر است که تو الف ب رو نمیفهمی، بازتمن پشت تو جزا خلط است. یک کسی که از الف ب قرآن کریم و سنت آگاه نباشه به جای میز خلط نباشه. یعنی ما به این باشیم برادر، ما به باشیم. وقتی که الله عز و جل ما را مکلف به این میکنه که رسول الله بر شما اسوه حسنه است، از این اطاعت کنین، پس از اوامرش اطاعت کنین، چیزی که شما نهی میکنه شما دست بردارین. این خود به خود دلالت به این میکنه که الله عز و جل ما شما را از چیز محدد منع کرده، کوی رو بر ما بیان کرده. میدونید که از چیز دیگه ما را منع کرده باشه، اما از چی کوی اوامر رسول صلی الله علیه و سلم؟ نه، اوامر رسول صلی الله علیه و سلم ما شما پیدا میکنیم در احادیث صحیح. و این همچنان از جمله رحمت الله تعالی است که ما شما در کتب احادیث ما کتب رو پیدا میکنیم که هم احادیث صحیح است، مثل بخاری و مسلم. کتاب بخاری هم احادیث صحیح است، کتاب مسلم هم احادیث صحیح است. اما حدیث صحیح یعنی بخاطر کسی وقتی گره با چی میگیره، با خانش میگیره، هیچ با مطمئن میباشه. حتی دیگه کتب حدیث که مثل ابو داود، ترمذی، اینا خیلی احادیث اندک و احادیث ضعیف در وجود داره. اما حدیث صحیح حسن از رسول صلی الله علیه و سلم، مثل مسند امام احمد بن حنبل. خودیگه احادیث در این شکلی ضرورت به داره که ضرورت به محدث داره یا ضرورت به کتب داره که نوشته شده که می احادیث غربیل کردن. مثلا این سند ضعیف حسن است، مثلا این سند باید تقدر رتبه داره. غیر از بخاری مسلم مطلقاً مستثنا است. و این اتفاق اجماع امت است که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم چی است؟ بخاری است. بخاری. و از نگاه ترتیب کس اتفاق با می است که مسلم رتبهش بلند است. از نگاه ترتیب احادیث
هم از نگاه صحت و اسناد کس بیس بخاری در موجود در قمه قرار داره. در دیگه جای حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که ما قرآن از مقدام ابن معدی کرب روایت است، حدیث ابو داود ترمذی و حاکم است که میگم ما مانند قرآن و مانندش را داده شده. میبینید در هر جای رسول هم تاکید میکنه این سنت رسول صلی الله علیه و سلم. میگه زود است که یک کسی بیای میگه این نفری که سیر باشه و در مجلس خود بنشینه و تکیه بزنه بگویه که علیکم به هذا القرآن، بر شماست که به این قرآن چنگ بزنین، چیزی که قرآن حلال کرده شما هم حلال بدن، چیزی که حرام کرده شما حرام بدن. رسول صلی الله علیه و میگه چیزی که به این طور نیست، میگه و انما حرم رسول الله کما حرم الله، و چیزی که رسول صلی الله علیه و تحریم کرده و مانند نیست که الله تحریم کرده باشه. این دلالت به این میکنه که ایتنا به اکتفا نشه. چیز مثلا خیلی چیزایی است که رسول صلی الله علیه و چی کرده، خدا صلی به اشاره میکنه مثلا الحمار الاهلی در عزكم الله شما رضایت بده به چی اشاره میکنه، به خر اشاره میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم خر چی کردن حرام قرار داد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که در قرآن کریم چی نیست. و پس همین تحریم که رسول صلی الله علیه و سلم میکنه بنا به وحی الله عز و جل است، بنا به چیز به وحی الله عز و جل است. و در آخر اساسا به اشاره میکنه بعضی مسائل دیگه میته. و در آخری حدیثی که در این ما شما را به خانش میگیریم می است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ترکت فیکم شیئین، ما بین در شما دو چیز گذاشتم، لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، شما مادامی که به این متمسک هستین شما چی نمیشوین؟ شما گمراه نمیشوین. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنتی لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اینا هیچ وقت دیگه جدا نمیشن تا اینکه در نزد حوض پیش من میاین، پس دوباره برمیگردن. نزد حوض چیز حوض کوثر است. این تو وقتی نه افتراق نیست. کسی که ما قرآن کریم قبول دارم سنت قبول ندارم، کسی که میره قبول دارم، نه باید هر دو رو باید بپذیرید، هر دو رو باید چی کنه باید بپذیرید. ما این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که ما شما آیه قرآن کریم قبل از ما شما چی کنیم به خانش گرفتیم، یه خود با دلالت به این میکنه که فرق بین فیصله الله و رسول صلی الله علیه و سلم نیست. و کسی که اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم میگه قد کسی که اطاعت کی کرده، اطاعت الله عز و جل کرده. و کسی که پشت میگرده اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم هو چی است؟ و در جمله کافرین است که رسول الله عز و جل به اشاره میکنه. و در وقتی که تنازع و کشمکش رخ میده باید انسان مخلصانه باید چی کنه؟ به الله و رسول صلی الله علیه و سلم رجوع کنه. و همچنین الله عز و جل ما شما را بر حذر می‌دارد از عاقبت کسایی که مخالفت با کی را میکنن و امر رسول صلی الله علیه و سلم میکنن. همچنین کسایی که مخالفت با امر رسول صلی الله علیه و سلم میکنن مستحق چین و عذابی هستند که الله عز و جل به اشاره کرده آیت مبارکه که ما شما چی کردیم. و کسایی که استجابت میکنن لبیک میگن با امر رسول صلی الله علیه و سلم چین و سرنوشت مثلا سرنوشت خیلی نیک مثلا چی میشن در به دنبالشان است. و همچنین که صفات منافقین میاست که مخالفت رسول صلی الله علیه و سلم میکنن. و رسول صلی الله علیه و سلم بر ما اسوه است، بر ما قدوه و الگوه است رسول صلی الله علیه و سلم. و همچنین ما را الله عز مکلف به این میکنه که ما در اول سوره حجرات همی است که شما چی نکنین اقوال الله و رسول صلی الله علیه و سلم پیش دستی گپان نکنین، مثلا اقوال کس دیگه را مثلا بیارین. ما مکلف به می هستیم که چیزی که قال الله قال رسول صلی الله علیه و سلم اکتفا میکنیم. این بود یک مقدمه خیلی مختصر و این مسابقه مشارکت کرده بودم. این مقدمه که یه ما شما چی میکنیم ان شاء الله الله تعالی توفیق میخوایم ما شما را عمل به سنت رسول صلی الله علیه و سلم ما شما را چی بده ما شما را توفیق بده. و من عام شکل یک اشکال واقعی میمونه درباره اختلاف مذاهب. بخاطر وقتی که ما کتاب بخاری را ان شاء الله بخوانش میگیریم، کتاب بخاری مثلا که اول کتاب شروع میکنیم داریم مثلا احتمال نیست چیز حتمی است که بعضی مسائل ما شما مطرح میشه که مسائل میشه که مثلا بعضی مذاهب ما مخالفت با این میبینیم که در مخالفت با این حدیث مثلا قرار گرفته. این میشه به این باشیم برادرام که ما الله عز و جل مکلف به این ساخته که از رسول صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم، از رسول صلی الله علیه و پیروی کنیم. خب حالا مثلا ما وقتی که پیدا میکنیم که مثلا بعضی اقوال علما مثلا پیدا میکنیم که در ظاهر مخالف با حدیث رسول صلی الله علیه و مثلا حدیث در بخاری روایت شده مثلا مذهب چیزی است که مخالف با این حدیث باشه. خب حالا در این سوال پیدا میشه که در اینجا اصل چی است، یعنی مسلمان موقف باید چی باشه.
اصلا ما مسلمان داری دو موقف میگیره. انسان مؤمن مسلمان که است دو موقف داره. یک موقف شمی است که ما هیچ قوله هیچ سخن را بالای قول رسول صلی الله علیه و سلم ترجیح نمیدیم. قول الله و رسول صلی الله علیه و سلم. یک. دوم می است که چی موقف داشته باشه از علمایی که در خطا واقع شدن. از علمایی که در خطا واقع میشن عالم اینا میشه باید داشته باشن برای که انسان از او باید خطا باید صادر شه. باید. چرا؟ به خاطر که کمال از آن الله عز و جل است. و اسمت کس از آن رسول صلی الله علیه و سلم است. فقط رسول صلی الله علیه و سلم از معصوم است. همه کس پیشان خطا صادر میشه. میبینین از صحابه در زمان رسول صلی الله علیه و سلم مرتکب گناه شده بودن. بعضی صحابه حتی مرتکب گناه کبیره میشدن. و پیش رسول صلی الله علیه و سلم میگفت مرا پاک بگردن یا رسول صلی الله علیه و سلم. مایز اسلامی مثلا مرا پاک بگردن. از پیش ما مشکل مثلا ایجاد مثلا شده. این صحابه بودن، صحابی رسول صلی الله علیه و سلم. خب عالم موقف ما است که مثلا ائمه که مثلا ما شما مشاهده میکنیم ابو حنیفه رحمه الله، شافعی رحمه الله، احمد رحمه الله، ائمه گذشتن ثابت چیزی که مشاهده میکنیم مثلا اقوالشون یا به است به باشن که دی حدیث رسول صلی الله علیه و آله تطبیق میشه. رسول صلی الله در حدیث میگه که اگر کسی اجتهاد کرد و در اجتهاد خود مصیب بود، یعنی به ایمان به حق رسید، برای دو اجر است. و اگر کسی اجتهاد کرد در اجتهاد خود خطا شد، برای یک اجر است. ببینین از اجر محروم نیست. از اجر چی است؟ محروم نیست. این ائمه رحمه الله گذشته‌اند. مثلا ما شما مشاهده میکنیم در بعضی اقوال مثلا مشاهده میکنیم که مثلا بعضی اقوال حتی بعضی مثلا ببینید اختلاف بین مذهب حنفی و شافعی مثلا وجود داره در بس هم مسائل وجود داره. مثلا باز اختلاف امام شافعی و امام احمد و امام مالک مثلا حالا سوال در بعضی کسای پیدا میشه چرا اختلاف در صورتی که مصادر هم اگه واحد از قرآن و سنت اختلاف از کجا پیدا شد؟ اختلاف برادر ازی پیدا میشه که ما به این اشاره کردیم، سابقا به این اشاره کردیم. اختلاف ازی پیدا میشه که عام شکل یک نوع اختلاف که اختلاف تنوعی است. این ما اختلاف گفته نمیتونیم و این ما اشاره به چی میکنیم مفصلی در مورد بحث قرار میدیم. مثلا بگونی مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز افتتاح میکردن در اول با ادعیه مختلف افتتاح میکردن. به این افتتاح میکردن که سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى ربك تا آخر ازی. بعضی به افتتاح میکردن که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. به مثلا و چندین دعای مختلف رسول صلی الله علیه و سلم چی میکردن؟ نماز وقت افتتاح مثلا میکردن. هیچ وقت دلالت به اختلاف نمیکنه. این اختلاف تنوع میگن. به این معنی که مسلمان میتونه که گاهی به این دعا مثلا شروع کنه، گاهی به این دعا مثلا شروع کنه، گاهی به این دعا مثلا شروع کنه. ها؟ گاهی از این خاطر کسی مثلا امی اسنه که ما را این دعا کنه میشه برادران که ما را الله توفیق بده که ما را علم صحیح ما شما را رسانی کنه. علم صحیح ما شما رسانی چرا؟ این تعصبی که پیش خیلی مردم هست از پیش ما شما دور میشه. به این خاطر وقتی که ما مشاهده میکنیم رسول صلی الله علیه و سلم در یک نماز این دعا را خواندن، در یک نماز این دعا را خواندن، در یک نماز این دعا را با خوانش گرفتن. این دلیل به این میکنه که اختلاف تنوع است. رسول الله در این تنوع کردن، گاهی به این شکل ادا کردن، گاهی به این شکل، گاهی به این شکل. یک نوع اختلافات به این باشن که بعضی اختلافات تضاد است. یعنی به این معنی اختلاف به این است که در حتما قول ضعیف و قول قوی وجود داره. بعضی اقوال است راجح از بعضی مرجوح. خب بعضی علما مثلا اقوال مرجوح که ضعیف با خود گرفتن، بعضی علما اقوال قوی. خب امی عالمی که به قول ضعیف تمسک کرده، چرا به قول ضعیف تمسک کرده؟ به قول ضعیف به خاطر برای تمسک کرده عالمی که به این کار. ما شما اینو مشاهده میکنید در بخاری وقتی که بخونیم احادیث کتاب به مجرد کتاب چی شروع شد، کتاب الطهاره شروع شد. ببینید در این اختلاف علما خود به خود ظاهر میشه. ابن حجر به این اشاره میکنه مثلا امام شافعی رای شیعه زیرش. این به این خاطر است برادرها که همو احادیث و امی حدیث احتمال قوی است. چون به این خاطر علما کس اینا ستارهای امت هستند. اینا کسایی هستند که اینا را امت پذیرفته و امت رسول صلی الله علیه و آله هیچ وقت با گمراهی اتفاق نمیکنه. بزن دلیل میکنه که اینا مردم نیک بودن. خیر اشکال به این است که اینمی حدیث رسول صلی الله علیه و سلم در اینمی مورد برازی نرسیده. ما باید برازی حتما پشت حضور باید بگردیم. از این خاطر عمر بن خطاب میگه وقتی که از برادرتان اشتباه میشه التمسوا لاخیکم عذرا. به برادرتان پشت حضور بگردین، به برادر مؤمنتان. مثلا کسی رو میبینی مثلا یک روز در مجلس مثلا ما شما داخل میشیم در این یک برادر همیشه همراه ما خوب سلام علیکم میکنه. یک روز داخل میشیم میبینیم که فقط هم تو سلام هم چهرهش گرفته است. نه ما در اینجا باید چی باشیم؟ در اینجا می قول عمر الخطاب است التمسوا لاخیکم عذرا. پشت عذر بگردین. احتمال دی برادر مثلا در خانه مشکل باشه پیدا است. احتمال داره بر سمیار یک خبر رسیده باشه
مطلقا نمی تعادلش بر هم بزن تزاره باشه. این خیلی چیزایی هست نه که انسان خودش حالت همیشه نمی باشه. یوزار همیشه باشه. چرا؟ بخاطر که دادر همیشه امروز ما خوب بوده. چرا در 5 دقیقه با کلمه مشکل پیدا کرد؟ حتما در این مشکلات مثلا مشکلات خصوصا ما شما که روزا مثلا میبینیم. این درباره کسی است که نه عالم است نه محدث است نه مفسر است. و درباره مفسر محدث انسان باز گمانش خیلی نیک می باشه. که هیچ وقت قصدا نمیخواد که مرتکب چیز مخالفت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. وقتی که ما این مسائل میفهمیم در اینجا میخوایم ما این مسائل ائمه مسابق مسائل نمیفهمیدن. چرا؟ از ما که خوبتر میفهمیدن، از ما که خوبتر با قرآن کریم رسیدن، از ما که ما مطلقاً با تقوا و ورع و زهدشان رسیدن نمیتونیم. خب آله سوال پیدا میشه چرا خطا به این رخ میده؟ یا حدیث در این مورد برش نرسیده. و در یک کتاب است میشه که برادرها از بازار کتاب میگیرن، شیخ مسلم دوست الله عز و جل از بندیخانه خلاص کنه، خیلی عالم بزرگوار شیخ مسلم دوست ابراهیم مسلم دوست از ابن تیمیه کتاب ترجمه کرده به نام رفع الملام عن ائمة الاعلام. و کتاب ترجمه کرده به زبان پشتو، خیلی زبان پشتو خیلی ساده است چون به خاطر خروج در زبان پشتو چی هم ادیب متخصص هم. رفع الملام عن ائمة الاعلام او امی ابن تیمیه رحمه الله به اشاره میکنه در امی رساله خرد خود کتاب خرد به اشاره میکنه به این چیز که چرا مثلا ما پیدا میکنیم اختلاف علما چرا. و اینا ما خودم توصیه میکنم که جوانان فعلا خصوصا جوانان این کتاب حتما یک باری رو مطالعه کنن. یکی کتاب باید مطالعه کنن. یک کتاب دیگه به زبان فارسی ترجمه شده به نام اعتدال در مسائل اختلافی. اعتدال در مسائل اختلافی. و این اصل نام کتاب است الانصاف فی مسائل الخلاف. این از امام ولی الله دهلوی است. امام شاه ولی الله دهلوی رحمه الله که است در شبه قاره هندی و افغانستان معروف است. شاه دهلوی رحمه الله. این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و زبان اردو هم ترجمه است و احتمال در زبان پشتو هم باشه. این کتاب میشه در بازار پیدا شه و کسی که جدیت پشت کتاب بگرده. این کتاب ما خودم توصیه میکنم که چون به خاطر در زبان فارسی پشتو ما دیگه پیش ما چی نیست بودم مرجع دیگه در زبان عربی خیلی مراجع است که انسان در باره مطالعه کنه. این به این خاطر است که این کتاب به این خاطر مطالعه شده که کتاب ابن تیمیه است که مسلم دوست ترجمه کرده. کتاب مسائل الخلاف که اسم محمد نسیم فقیری میگه ترجمه کرده که وقتی ما خوانده بودیم خودی به زبان فارسی. این به این خاطر است خصوصا جوانا و ما جوانا می دارد بین میکنه که ریسه پیدا نه ریسه پیدا بخونه و جوانا به این خاطر تیر بخوان به خاطر که فعلا شبهات را بعضی مردم سیکولار میگه چه قسم اسلام در اختلاف است. ما شما وقتی که بخونیم هیچ اختلاف وجود نداره. خب حال اختلاف ابن تیمیه به اشاره میکنه رحمه الله که در این مورد احتمال داره به این حدیث نرسیده باشه به این شخص. و اینو شما باید داشته اینو باید بفهمید. علی سوال پیدا میشه چطور مثلا به بخاری حدیث رسید به پایان نرسید. این به است که احادیث رسول صلی الله علیه و سلم نه در زمان ابو حنیفه رحمه الله جمع ولیش نه زمان مالک نه زمان شافعی. حدیث رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که جمع ولی شده ایش جمع ولی که شروع شده به شکلی که مثلا ما شما در کتاب ها میبینیم بار اولین بار در سال 101 عمر 99 هجری عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کسی را مکلف میکنه که حدیث جمع ولی کنه. و شکلی که ما شما مثلا بخاری و مسلم اینا رو میبینیم اینا هم میگی که هستن امام بخاری و مسلم هم شاگرد امام احمد بن حنبل هستن. همه شاگرد امام احمد بن حنبل هستن. مثلا مسند امام احمد که 40000 حدیث بیش از 40000 حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام احمد در قرن 3 وفات کرده. در قرن 3 این جمعوری احادیث به شکل کتابایی که ما شما مشاهده میکنیم بخاری مسلم ترمذی اینا و نزدیکترین کتاب حدیث به رسول صلی الله علیه و سلم موطا امام مالک است. نزدیکترین کتاب حدیث به رسول صلی الله علیه و سلم که اسنادش خیلی اسناد چی است زود به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه موطا امام مالک است. مثلا کتاب بخاری است مسلم است اینا همگی بدتر جمعوری شدن. خب حالا پس وقتی که دو حدیث درست جمعوری نشده بود احتمال است که حدیث در این مورد برای نرسیده باشه. یک حدیث برش رسیده باشه خب با سند ضعیف از حدیث است مثلا حدیث است ما این حدیث باز ما شما در وقت کتاب بخاری را باز کنیم الله عز و جل توفیق بده که از این کتاب خوب استفاده کنیم. نه این بحر است برادر ما شما الله عز و جل برای ما شما ان شاء الله باز برکات خود برای ما شما زمین و آسمان برای ما باز میکنه. خیلی مشکلات معرفه میشه. ببینیم که حدیث است همین حدیث صحیح است خب یک دفعه به سند صحیح روایت شده در کتاب دیگه پیدا میکنیم همین حدیث به سند ضعیف. در اینجا حدیث ضعیف است سندش اما در این سندش چی است
به یه حدیث احتجاج صورت میگیره، اما متاسفانه به اون نفر به سند چی رسیده؟ به سند ضعیف است. دو، سوم احتمال حدیث رسیده باشه در این مورد، حدیث رسیده باشه، حدیث منسوخ بوده باشه، حدیث به شکل رسیده باشه که برش منسوخ مثلا بوده باشه. و امام حازمی رحمه الله، الامام الحازمی کتاب داره به نام ناسخ منسوخ در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که ما شما چی میکنیم باید به شکل مفصل چی میکنیم. یک وقت میارم ان شاء الله مناسب نمونه میخوانیم که بعضی احکام مثلا آمده بازو باز دوباره نسخ شده از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کردن؟ رسول الله نسخ کردن.